پادکست این هفته رو میخوام با یه سوال ساده شروع کنم که جوابش به یه جای عجیب و شاید هم ترسناک برسه. سوال اینه: چرا ما آدما توی باغچه جلوی خونمون چمن میکاریم؟ چرا اصلاً چمن دوست داشتنیه؟ چرا با کلاسه؟ برای جواب به این سوال میرم سراغ یکی از بخش‌های کتاب هومودئوس یا انسان خداگونه از یووال نوح هراری. برای اولین بار در اروپای قرن وسطا در قصرهای سلطنتی و زمینهای اشرافی چمنکاری شروع شد. دلیلش اما خیلی جالبه. چمن کاملا بیهوده و بی‌مصرف بود و حتی مورد استفاده دام هم نمیتونست قرار بگیره. از طرف دیگه چمن نیاز به نگهداری مدام و آب زیاد داشت. پس ثروتمندان به نشونه به رخ کشیدن ثروتشون یه زمین بزرگ رو چمن می‌کاشتن تا نشون بدن اینقدر زمین دارن که حاضرن بخشی از اون رو برای زیبایی فقط چمن بکارن. قرن 19 هم کم کم طبقه متوسط هم از همین ترند چمن کاشتن کپی کرد و با گسترش ماشین چمنزنی و سیستم‌های آبیاری و زندگی حومه‌ای چمن شد یه نماد از خونه‌های خوب و شاد و اما امروز داشتن و کاشتن چمن تبدیل شده به یه هنجار اجتماعی. اگه جلوی خونتون باغچه‌ای داشته باشین و توش چمن نکارین، همسایه‌ها فکر می‌کنن فقیرین یا تنبل. و اینطور بود که یه تکه سبز بی مصرف که نیاز به نگهداری و کوتاه کردن هفتگی داشت تبدیل شد به یک ترند طبیعی برای نشون دادن شادی و زیبایی، چون اجداد اشرافزادمون این کار رو میکردن. حتی الان توی خیلی از کشورها مثل قطر و امارات وسط بیابون و با صرف هزاران لیتر آب چمن میکارن. حالا سوال اینجاست: احتمالاً خیلی از چیزهایی که توی زندگی امروز ما هستن خیلی چیزهای ضروری و خیلی چیزهایی که ربطشون میدیم به سلیقمون انتخاب ما نیستن، بلکه ارث فرهنگی هن، ارث قدرت حکومت ها هستن و ما فقط توهم این رو داریم که آزادیم و فکر میکنیم تصمیم هامون از خودمونه، در حالی که اونها حاصل یک سری اتفاق، شرطی شدن محیط، احساسات لحظه‌ای و حتی ژن هامون هستن. پس سوال اینجاست: آیا ما واقعاً آزادیم یا توهم آزاد بودن رو داریم و همه چیز از قبل برای ما نوشته شده؟ آیا خودمون تصمیم میگیریم و انتخاب میکنیم یا تصمیم هامون از قبل گرفته شده و انتخاب ها رو به همون دادن و ما فقط بین اونها محدودیم؟ انگار حتی سلیقه هامون هم برای خودمون نیست. چمن می‌کاریم و فکر می‌کنیم سلیقه خودمونه، اما پشتش یک تاریخچه طولانی وجود داره که انگار ما رو داره وادار میکنه به اون کار. فکر می‌کنم اگه تا انتهای این پادکست بریم و مثال‌هایی که هممون هر روز درگیرشون هستیم بشنویم، به یه جواب جالب برسیم. قبل از اینکه بخوایم چیزی رو شروع کنیم، اول از همه باید بدونیم آزادی دقیقاً یعنی چی. فیلسوف‌ها بین دو مدل از آزادی فرق می‌ذارن. یکی آزادی منفی یا بیرونی، یعنی کسی جلوت رو نگیره و اگر بخوای بری بیرون در باز بشه، و اون یکی آزادی مثبت یا درونی، یعنی من بتونم از در برم بیرون چون خودم خواستم، نه چون مجبورم، نه چون شرطیم و نه چون یکی دیگه ازم خواسته. حالا مشکل اینجاست: ما خیلی وقتا نمیدونیم اصلا چرا یه چیزی رو میخوایم. مثلا اینکه چرا فلان شغل رو انتخاب کردم، چرا عاشق فلانی شدم، چرا فلان ایده سیاسی یا مذهبی برام جالب شد. ما فکر کردیم این انتخاب‌ها حاصل فکر و اراده‌مونه، ولی اگه یکم دقیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم که خیلی وقت‌ها انتخاب‌هامون از قبل بدون اینکه خودمون بدونیم برنامه‌ریزی شدن.
بیاین چند تا مثال دیگه بزنیم. فرض کنین یه دختری هستین که توی یه شهر کوچیک زندگی میکنه. توی اون شهر پوشیدن لباس رنگی یا موسیقی گوش دادن خیلی پسندیده نیست و شاید هم ممنوعه. اون دختر دلش میخواد لباس رنگی بپوشه یا مثلا موسیقی گوش کنه، اما اگه بخواد نمیتونه. این یعنی آزادی بیرونی نداره. حالا یه مثال دیگه در مورد آزادی درونی. فکر کنین یه پسر یا دختر جوان هستین و میخواین گوشی بخرین. حس اینو دارین که آزادی دارین برای خریدش. اما حتما اولین گزینه‌ها براتون آیفون یا سامسونگه. اصلاً به کارایی فکر هم نمی‌کنین که مثلا فلان گوشی چینی کارایی ممکنه بیشتری داشته باشه. یعنی انگار چند تا انتخاب توی ذهنمون از بیرون تحمیل شده و ما بین اونها داریم انتخاب می‌کنیم. این یعنی آزادی درونی نداریم. پس بنابراین باز بودن در زندان مهم نیست. اینکه خودت بخوای ازش بیای بیرون هم مهمه. تا اینجای داستان به این رسیدیم که انگار ما توی خیلی چیزها انتخاب نداریم. حتی سلیقمون هم مال ما نیست. ما آزاد نیستیم که چی رو قشنگ بدونیم. قشنگی ها قبلاً از طرف تاریخ و طبقه قدرت به ما دیکته شدن. و حالا قسمت ترسناکتر داستان جاییه که هوش مصنوعی هم وارد بازی میشه. میخوای فیلم ببینی، میری توی نتفلیکس و بهت پیشنهاد میده. چون میدونه قبلاً چی دیدی. میخوای بری توی اینستاگرام و خستگی در کنی، اما میدونه که تو در طول روز با کی درباره چی حرف زدی. میدونه وقتی اسکرول میکنی حتی اگه پستی رو باز نکنی چشمت روی چه پستی مکس میکنه. میدونه توی کشور ترند چیه، میدونه تو از چه برندهایی خوشت میاد، میدونه برای فلان پست چند بار خندیدی. انگار دیگه تو انتخاب نمی کنی. اون انتخاب میکنه و فقط تو اجرا میکنی. انگار اون انتخاب قبل از اینکه تو بدونی براش تصمیم گیری شده بود. حالا انگار آزادی فقط یه قصه برامون به نظر میرسه که باعث میشه حس کنیم کنترل زندگیمون به دست خودمونه. اما در تصمیم هامون بر اساس ژن هامون، خانوادهمون، کشورمون، خاطرات کودکیمون و امروز هم الگوریتم های گوگل و اینستاگرام داره کنترل میشه. انگار ما کمتر از چیزی که فکر میکنیم آزادیم. ما انتخاب نمیکنیم، فقط عکس العمل نشون میدیم. ما فکر میکنیم خواسته هامون از درون ما میان، ولی خیلی هاشون بیرونی هستن و از بیرون بهمون القا میشن. حتما دیدین وقتی قرار مدل جدید آیفون رو نمایی بشه، همه توی کشورها از روزهای قبل جلوی در اپ استورها صف میکشن. یا یه مثال ملموس دیگه، یه زمانی چاقی نشونه قدرت بود. مثلا خانم‌ها چاق بودن چون نشون میداد زندگی خوبی دارن، خوب به خودشون میرسن. و آقایون هم چاق بودن چون ثروتمند بودن. اما الان لاغری زیبایی و موفقیت محسوب میشه. انگار نشون میده اون آدم داره برای خودش وقت میذاره. انگار انتخاب هامون طراحی فرهنگ و شاید هم اقتصاد باشن. و باز این سوال مطرح میشه که وقتی آزادی یعنی آگاهی از اینکه چرا چیزی رو میخوای، اگه ندونی خواستت از کجا اومده، آیا واقعاً آزادی؟ تا اینجای داستان به قول شوپنهاور فهمیدیم که ما میتونیم کاری که میخوایم رو انجام بدیم، ولی نمیتونیم بخوایم که چی بخوایم. یعنی تو شاید بتونی از بین دو برند نوشابه یکی رو انتخاب کنی، ولی اینکه اصلاً چرا دلت نوشابه میخواد و چرا آب نمیخوری، چرا نوشابه سیاه میخوای و اینکه چرا از همین دو برند نوشابه انتخاب میکنی دست تو نیست. یا مثلا فکر کنین که میخواین مهاجرت کنین. فکر میکنین تصمیم خودتونه، اما دلیل اصلیش یه تجربه تلخ قدیمی تو کشور خودت.
یه دوست مهاجر موفق و یا فشار اقتصادیه. یعنی خواستن مهاجرت یک انتخاب آگاهانه نیست، یه واکنش به یه زنجیره شرطیه و حتی یه چیز دیگه هم انگار دست شما نبوده، اینکه چرا انتخابتون برای مهاجرت بین همین چند کشور خاصه. یه مثالم از دنیای مارکتینگ بگم جالبه، شاید به درک موضوع در ابعاد کوچکتر کمک کنه. حتما توی خیلی از فرودگاه‌ها برای رسیدن به گیت دیدین که باید از داخل فروشگاه‌های عطر و شکلات و نوشیدنی رد بشی. حتی اگر هیچ علاقه‌ای به اون چیزها نداشته باشی، مجبوری از بین قفس‌ها رد بشی و بوهاشون رو حس کنی. حالا فکر کن آخرش یه شکلات هم بخری و فکر کنی خودم خواستم. اما آیا واقعا خودت خواستی؟ واقعیت اینه که اون فضا طراحی شده تا وسوسه بشی. پس انتخاب تو نیست. یه مهندسی روانی بوده. برای همین نیچه یکم تندتر نظرش رو بیان میکنه و میگه ما به چیزی به اسم من و انتخاب هامون باور داریم فقط و فقط چون به دردمون میخوره، نه اینکه چون واقعا وجود داره. یعنی من خیلی کاره‌ای نیستم در تصمیم گیری های روزمرم. یک مشت عامل بیرونی مثل انگیزه، ترس، هوس، عادت، عرف و خیلی چیزهای دیگه دارن دعوا میکنن تا هر کدوم که زورشون بیشتر بود تصمیم برنده رو بگیره. دقیقاً مثل رژیم گرفتن. رژیمی اما شب وسوسه میشی بری سر یخچال و یه چیزی بخوری. یه بخشی از وجودت میگه نه تو رژیمی و بخش دیگه تو میگه حالا یه دونه که اشکالی نداره. یه بخشی هم انگیزت از رژیمه که بهت میگه تو مگه قرار نبود برای فلان مهمونی یا فلان مسافرت لاغر کنی؟ حالا کدوم بخش واقعی تره؟ هیچ کدوم. فقط چون یکی زورش بیشتره تو میخوری یا نمیخوری. و حالا سوال آخر که خیلی به نظرم جذابه. فکر کنین شب با یکی دعواتون میشه و یه چیزی میگین که بعداً پشیمون میشین. بعداً پیش خودتون فکر میکنین کاش نمیگفتم، میتونستم نگم. اما واقعیت اینه که اون خستگی یا پیشینه یا خاطرت، چیزی که اون لحظه توی ذهنت بود، همه باعث شدن تو اون حرف رو بزنی و هیچ کدومشون تحت کنترل تو نبود. و حالا سوال اینجاست، اگر فکر کنیم که خیلی از این رفتارهای ما در طول روز تحت کنترل ما نیست، آیا ما مسئولیم؟ پس اخلاق چی میشه؟ تا اینجا کلی بررسی کردیم که آزادی یا وجود نداره و یا کمتر از چیزی که فکر میکنیم. اینجاست که یه سوال جدی پیش میاد. اگه ما واقعاً آزاد نیستیم، پس مسئولیت کارهامون با کیه؟ اگه کسی مرتکب جرمی بشه ولی اون انتخاب تحت کنترل خودش نباشه، پس باید مجازاتش کرد یا نه؟ تکلیف عدالت بدون آزادی چه شکلی میشه؟ یه مثال بزنم. فکر کن یه نوجوان 16 ساله دزدی کرده. سیستم سنتی میگه اشتباه کرده و باید تاوان بده. اما اگر بفهمی اون پسر توی محله بزرگ شده که هیچ الگوی مثبتی نداشته، خانواده درست حسابی نداشته و هر روز گرسنه میخوابیده، آیا باز هم باید مجازاتش کنیم یا باید درمان بشه؟ به قول سم هریس در کتاب اراده آزاد یا فری ویل، وقتی بدونیم مردم نمیتونن غیر از اون چیزی که هستن باشن، به جای خشم باید دلسوزی و اصلاح داشته باشیم. دیدگاه سنتی میگه تو انتخاب کردی، پس باید تقاص پس بدی، تو مسئول کارت هستی. اما یه چیز جالب بگم که توی کتاب The Illusion of Conscious Will یا توهم اراده آگاهانه از دانیل وگنر خوندم. وگنر که یه روانشناس امریکاییه، توی این کتاب نشون میده ما خیلی وقتا فقط فکر میکنیم اراده داریم. اون میگه ذهن ما بعد از انجام عمل یه داستان سرهم میکنه تا توجیه کنه چرا اون کار رو کردم، نه اینکه واقعا از اول تصمیم آگاهانه ما بوده باشه.
توی این کتاب از یه آزمایش به نام لیبت یا لیبت اکسپریمنت نام برده که یه آزمایش عصب شناسی یا نوروساینسه. توی این آزمایش از داوطلبان خواسته شد که هر وقت که خواستن یه دکمه رو فشار بدن. در همین حین فعالیت مغزیشون ثبت میشه. نتیجه این بود که حدود 300 تا 500 میلی ثانیه قبل از اینکه فرد به صورت آگاهانه تصمیم بگیره حرکت کنه، مغز اون تصمیم رو گرفته بود. یعنی چیزی به اسم تصمیم آگاهانه در واقع فقط آگاهی از تصمیمیه که قبلا گرفته شده. این آزمایش نشون میده که سیگنال مغزی چند صدم ثانیه قبل از اینکه فرد تصمیم بگیره فعال میشه. یعنی مغز قبل از اینکه ما آگاهانه تصمیم بگیریم سیگنال تصمیم رو میفرسته. مثلا قبل از اینکه تو به صورت خودآگاه تصمیم بگیری دستتو بلند کنی، مغزتون دستور رو داده. تو فقط بعدش فکر میکنی که من اون کار رو کردم. اگه مغز ما زودتر از ما تصمیم میگیره، پس ما چی هستیم؟ ناظر، بازیگر یا فقط یه توجیهگر بعد از واقعه؟ ما امروز غیر از خانواده، کشور، فرهنگ، مذهب، پیشینه تاریخی و ژن، الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی رو هم داریم. الگوریتم‌ها بهتر از خودمون ما رو میشناسن. میدونن ما کی هستیم، چی میخوایم. میری توی یه پلتفرم و یه آهنگ رو بهت پیشنهاد میده و تو به اون آهنگ معتاد میشی. فقط و فقط چون چند بار سر اون موزیک قبلاً مکس کرده بودی. تصمیم گیری از یه ماشین به تو منتقل شده و تو فقط تاییدش کردی. الگوریتم‌ها تصمیم میگیرن چه شخصیتی و با چه ظاهر یا چه الگوی رفتاری رو به تو نشون بدن و تو بر همون اساس دوست یا همسرت رو انتخاب میکنی. چون طبق اون الگوها دنبال اون شخصیت یا اون ظاهر بودی. انگار شبکه‌های اجتماعی یه زندان نامرئی شدن که بهت چیزی رو نشون میدن که قبلاً یه جورایی بهش واکنش نشون دادی. بیشتر همون چیز رو میبینی، از چیزهای دیگه دور میمونی و کم کم فکر میکنی دنیا همینه. یه دنیای مصنوعی یا فیلتر بابل که خودت فکر میکنی انتخابش کردی، اما در واقع انتخابش کردن که تو اونجا بمونی. انگار بزرگترین تصمیم‌های زندگیمون رو دارن دولت‌ها یا کمپانی‌های بزرگ میگیرن و قدرت‌هایی رو ازمون گرفتن که شاید هرگز نبینیمشون. یه پیشنهاد جذاب هم بدم بهتون. اگر سریال د کپچر رو ندیدین حتما ببینین. خصوصا فصل دوم سریال برای من خیلی جذاب بود. تو این سریال نشون میده که یه شرکت هوش مصنوعی چطور به کمک سیاستمدارها میاد. اونها ادعا میکنن که میدونن حتی اگر به هر شخصی 2 برند خمیر دندون رو بدی کدومش رو انتخاب میکنه و با دونستن الگوهایی که جامعه ناخودآگاه دوست داره یه شخص رو پیدا میکنن و فقط چون توی الگوریتم‌ها با ذهن جمعی هماهنگه به راحتی اون رو توی انتخابات برنده میکنن تا نخست وزیر انگلیس بشه. به عبارت دیگه قرار نیست آدمی رو اختراع کنن، فقط از بین آدمای واقعی کسی رو پیدا میکنن که با الگویی که جامعه ناخودآگاه دنبالش میگرده هماهنگه و بعد الگوریتم‌ها کاری میکنن مردم حس کنن خودشون انتخاب کردن.
این سریال نشون میده که هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها چطوری دارن هدایت افکار عمومی رو انجام میدن و بر تصمیم‌های کلان زندگی آدم‌ها تأثیر میذارن. حالا سوال اینه که آیا راه فراری براش وجود داره یا نه؟ میدونیم که هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها دیگه برگشت ناپذیرن و موندگار شدن توی زندگی ما. دیگه از الگوریتم‌ها نمیشه فرار کرد چون سر زندگیمون رو گرفتن. اما شاید تنها راه این باشه که خودآگاهی دیجیتال داشته باشیم و گاهی هم برخلاف الگوریتم‌ها عمل کنیم. مدام از خودمون بپرسیم آیا این انتخاب منه یا این رو برام چیدن؟ چیزی که بهش میگیم اراده آزاد یا همون فری ویل. اینکه ما در هر لحظه میتونیم جور دیگه‌ای تصمیم بگیریم، یعنی مختاریم، نه فقط مجری شرایط. یادمون نره که این خطرناکترین نوع بی‌ارادگیه. وقتی فکر کنی آزادی ولی در واقع فقط یک مسیر از پیش طراحی شده رو طی می‌کنی. شاید هیچ وقت به آزادی مطلق نرسیم، اما هر لحظه‌ای که خودمون بفهمیم چرا داریم کاری رو انجام میدیم، یعنی یک لحظه آزاد داشتیم. آزادی مطلق شاید یک افسانه است، اما آگاهی هنوز دست خودمونه. امیدوارم پادکست امروز هم باعث شده باشه کمی به خودمون بیشتر بیاندیشیم و برای بهتر زندگی کردن خودمون و کسانی که دوستشون داریم قدم برداریم. مراقب خودتون باشید.